سلام، خیلی خوش اومد به چنل علی 7. من علی مرمتی هستم. خیلی خوش اومد به چنل ما. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم بچه‌ها، خوشحال میشم که همین الان دکمه سابسکرایب و دکمه لایک رو بکوبید، زنگوله بغلش رو هم که بزنید که تا از اولین ویدیویی که من میذارم شما دوستان عزیز با خبر باشیم. بریم تامنیل ویدیو هم اصلا همین تامنیلی که دیده باشین فکر کنم در مورد همینه بچه‌ها، در مورد AK47 کلا بچه‌ها میخوام تخصصی روی AK47 پلی بدم، بازی کنم، ببینید چطوره. حالا این رنگ مچه که باختم اصلا ارزشی هم نداره واسه من، هیچ فرق نمیکنه. من مولتیم لژنر، بتلم لژندریه. میتونید حالا آیدی منو که شما کپی میکنید برید بزنید و اسم منو برید. یه 3 تا اتچمنت هم بهتون میدم، یه دونه AK117، یه دونه DL و یه دونه HS که وان شات ترینشه و انشالله تو ویدیو بعدی هم که دیگه خب ازش استفاده میکنیم. بریم سر ویدیو. موضوع AK47. خب آقا بعضی ها میگن آقا AK47 اصلا AK47 نمیگیم. آقا بعضی ها میگن گان لژندری یا متیک داشتن خوبش همینه که اون گان براتون متیک لژنه یا اسکین لژنه یا متیکه. باید بگم نه دوست من، باید بگم نه عزیز من، گان متیک با گان لژند هیچ فرق نمیکنه، به خصوص گان سادش. گان متیک، لژند، اپیک، آبی، سبز، هر چی که شما اسمشو میذارید، ساده بدون ایموتی چیزی روش، هیچ فرق نمیکنه بچه‌ها. شما اگه بتونید با اون گان درست پلی بدید یعنی میشید پلیر خدای اون مچ. که پلیرها همینطوری میرزن رو سرت و میگن آقا ما به تو درخواست دوستی میدیم. حالا من میخوام با متیک پلی بدم بچه‌ها، میخوام نظرمو در رابطه با AK47 متیک توضیح بدم. اینجا نکنید باگ شد، یعنی از اون طرف گرفتن رو من بچه‌ها. عذر میخوام از شما که باگ هستش. این باگا رو توی طی چند ویدیو دیگه درستشون میکنم. اگه بلدین تو کامنت ها بنویسید این دلیل این باگ ها چیه. من موبایلمو عوض کردم، اگه میدونید نمیدونید من یه چنل دیگه داشتم، اومدم تو اینجا دیگه گفتم آقا ولش کن اون چنل رو، بذار از صفر شروع کنم. اون چنل خیلی خوب. نگاه کن اینجا، نگاه کنین. AK47 برای همینه که میگن آقا به درد راه دور میخوره و به درد راه نزدیک نمیخوره. عزیز من چرا داری این همه زور میزنی؟ به درد راه نزدیک میخوره، دور میخوره، به درد راه نزدیک نمیخوره. SMG نیستش. نگاه کن اینجا بات بود، اصلا همون پلیری که چند ثانیه پیش زدیم. باید بهتون بگم بچه AK47 طوری گانشو درست کردن که تو بتونه راه دور خیلی راحت، خیلی ایزی بزن. اینجا هم اسنایپر هم میخواستم تست کنم، ببینید شما نگاه کن. اینم از این یه فست اسکوپ مولایی بچه. خب اینجا یکی از بات ها اومد، نگاه کن دوباره دارم روش تست میکنم، قشنگ روش دارم بازی میکنم، پلی میدم تخصصی بچه AK47 متیکو. حالا یه سوال از شما دارم، شما به نظرتون اگه متیکو با لژندری رو جلوتون، نه یه لحظه واسه بذار سوالو هی سخت‌ترش کنیم. شما گانو ساده ترجیح میدین یا اپیک؟ خب ببین منم باشم میگم آقا اپیک دیگه. اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن. این یارمون اومد بزنه، نگاه کن اینجا مغز بازی رو نگاه کن. اینجا یه جامپ رو به بالا میزنه خیلی راحت. مرادی مستر مرادی رو میزنه میخولیش. خب اینو نکن، تیر تمام کردم، یارو اومد اون طرف. خب داشتم میگفتم ترجیحاً شما اپیک رو برمی‌دارید. خب حالا یه سال دیگه، آیا گان لژندری باشه برمی‌دارید شما؟ نکن من اینجا مردم، گان لژندم زد منه، M4 لژند. گان لژندری باشه شما برمی‌دارید یا گان اپیک باشه؟ خب باز هم مسلما اینجا ترجیحاً چیه؟ بله درسته، لژندری. حالا یه سوال خیلی سخت، شما گان متیک باشه برمیداری یا لژندری؟ ببین خب اون بستگی داره. الان میخوام دارم جوابشو بهتون میدم بچه. اون گان بستگی داره که میخواد لژند باشه میخواد متیک باشه. حالا چه باشه؟ نگاه کن اینجا، نگاه کن اینجا خیلی راحت زدمش. وستمو میزنم خیلی راحت. بله
اینجا می‌خواستم نگاه کنم، اینجا می‌خواستم اسنایپم ریلود کنم، یهو دیدم طرف اونجا خط گرفته. گفتم داداش اسنایپ چی میگه دیگه؟ یه تا لتس یست نمیدونم چی همچه اسمی داشت. خب بچه داشتم حرفم میزدم. ترجیحاً متیکو ترجیح میدید تا لژندری، البته به شرط اینکه اون لژند خاص باشه، یعنی مثلا خاص باشه که مثلا داخل بازی نبوده تا به حال، اولین بار تو داره میبینی. خب مسلما چون متیکی که تو هر دفعه دیدی رو لژندری رو ترجیح میدی. مثلا اگه یه انتخاب بذارید بین واسه من، بگید آقا اکیج هفته یخی رو نه اکیج هفته اسمش چیه، کورماکو رو ترجیح میدی یا بلک گولد، من میگم کورماکو. یا بگی پامکینت رو ترجیح میدی یا کورماکو، باز هم جواب من چیه؟ کورماکو. و یا باز هم اگه بگید یخی بهتره یا کورماکو، من میگم کورماکو بهتره. برای اینکه کورماکو ایم خود گانه بچه، رداتی که خود گان داره رو خود ایکچ لفته کورماکو داره. اما متیک نه، اینطوری نیست. متیک نگاه کنید الان من چند دقیقه دوباره یه ذره دیگه جلو میرم زوم ایم میگیرم، نگاه کن خودت نگاه کن رداتی که روی ایکچ لفته متیک گذاشته، نگاه کن یه آپتیک دایره‌ایه با یه نقطه وسط. نگاه کن این دوستمون نگاه کن، 2 بار زدن بهش. داداش من عزیز من گان، بعد اینو به خودم داشتم میگفتم، دوست من گان AK47 از راه دوره، از راه نزدیک نیست. شما نمیتونی از راه نزدیک باش بزنی. نکن اینجا یه بار دیگه پاک گرفت. اگه میدونید بهم بگید. گان AK47 گان از راه دوره، از راه نزدیک نیست. پس بهتره که شما یاد بگیری اگه بخوای با AK47 بازی کنی، این گان راه دوره، راه نزدیک نیست. نکن من لیزر کرد اینجا، خیلی راحت لیزر شدم توسط گرا 1556. اینو یادت باشه، به عنوان SMG نمیشه از یکیش لف استفاده کرد. میشه در خیلی نقاط و خیلی جاهای خیلی بسیار کم. در چه نقاط، در چه منطقه‌های، در چه شرایطی میشه استفاده کرد؟ خب شرایط یک، شما دلت بخواد میتونی مثلا گانو SMG جنش کنی، یعنی AK47 ولی یه طوری اتچمنت بچینی که انگار گان چیه؟ SMGه که هم واسه دور و هم واسه نزدیک به درد بخوره. یا هم نه اصلا میتونی یه کار کنی که یه گانی درست کشف کنی، یه گانی از اتچمنتش رو بسازی که گان هم از راه دور بزنه، هم فاصله خیلی نزدیکی که طرف دیگه چسبیده به دماغت اونطوری رو بزنه. که خب اونم باز کار خیلی سختی و حالا یوتیوبرهای دیگه بلدن. من هم به زودی حالا یاد میگیرم، حالا به زودی زود. خب حرف اصلیم اینه که آقا جان AK47 برای بار 100,000 من بخوام بهتون بگم اینه که آقا AK47 از راه دور خیلی بهتر میزنه تا راه نزدیک. این تمام، این از این. دومش اینه که متیک دادن کار خیلی خوبی کردن. متیک واقعا، مخصوصا این متیکی که الان دست منه، واقعا به گان میاد بچه. نگاه کن اینجا هر چند کیل یهو من خواستم بزنم، تمام کردم بازی رو. خب بچه بریم اتچمنت بهتون بدم. الوعده وفا الوعده وفا، آره الوعده وفا. یه سری اتچمنت این اسنایپر هم بهتون بدم. حالا اسنایپر خوبی بوده از نظر من بعد از این ویدیو یه 2 تا مچ دیگه هم باش بازی کردم، خیلی اسنایپر خوبی بوده. حالا باز برید تستش کنید، اگه مشکلی شده تو اسنایپ پیش میاد بیاد من یه دیل دیگه بهتون دارم، بهتون اونو میدم بهتون، ولی میدونم که هیچ مشکلی نداره. خب بچه بریم اتچمنت ها رو بهتون نشون بدم. خب بریم اتچمنت بهتون بدم بچه. این اول اتچمنت HS بچه، خیلی اتچمنت وان شات خیلی عالیه، حتما ببرش دارید. بعد بذار کجا بود؟ نه این نبود، کرا بود؟ نه دیل بچه، این دیل است، حتما برش دارید، حتما. خیلی گانه خوبیه، حالا 4 تا تیر میخوره به کنار، حالا میتونید شما خشابش عوض کنید. اینم 117 که خب من بازیش نکردم، انشالله تو ویدیو بعدی تستش میکنیم و میبینید، اونم توی آلکاتراس. بچه امیدوارم که لذت برده باشید. حتما لایک، سابسکرایب و زنگوله بغل رو حتما به صدا در بیارید تا از اولین ویدیویی که من میذارم شما دوستان عزیز حتما با خبرش. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدار.